اومدیم جاده خلخال به پونل. هوا عالیه، جاتون خالی. رانندگی تو جاده داریم و یکی دو تا توقف. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در جاده زیبای خلخال به پونل. امروز جمعه 24 مرداد ماه و ساعت حدود 2 ظهر. طی سفری که به سر این داشتیم تصمیم گرفتیم راه برگشت رو از خلخال به پونل بیایم و ولاگی برای شما عزیزان از این جاده زیبا و البته خنک ضبط کنیم. به دلیل حضور خانواده در ماشین امکان صحبت کردن بر روی ویدیو نبود و بابت این موضوع معذرت میخوایم. این جاده از گردنه الماس شروع و تا نزدیکی شهر پونل ادامه داره و از خنک‌ترین جاهای ایران در این فصل ساله که واقعا سرد و جای شما عزیزان خالی. مه غلیظ، خرابی و چاله چوله جاده و همچنین پیچ و خم‌های خطرناک، عبور حیوانات و البته رعایت نکردن دیگر راننده‌ها که در ادامه ویدیو هم خواهید دید شما رو مجبور میکنه که حداقل سرعت با روشن بودن تمامی چراغ‌ها در ادامه مسیر هم به یکی از قصابی‌های طول مسیر خواهیم رفت و جای شما حسابی خالی. نهاری خواهیم خورد که در ویدیو هم قرار دادید. طول این جاده حدود 52 کیلومتره که در بخش‌های نزدیک به خلخال مه‌آلوده. متاسفانه در این جاده جرثقیلی رو هم خواهیم دید که در حال کشیدن ماشین سقوط کرده است. خلاصه این که واقعا جاتون خالی. اگر به گیلانگردی و گردش در بازارهای محلیش علاقه دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید. لایک، کامنت و حمایت هم فراموش نشه. امیدوارم که از این جاده و این مسیر لذت ببرید. شیمی جان من بمیرم.
خواجه معلم آفرین. جاتون خالی. نه با تازه من دوتا اینو نه یکیشون برداشت نه گفت نمیخوام نمیخواد خب گفت تو ببر بله. خب من اون دوتا رو برمیگردم ناجی کلی گوسفندی هم داره توی 700 گوشت هم گرفتیم 750. نه بابا برنج خارجی نیست که برنج حاشیه در جا میپزه کته میذاریم درجه یعنی چی یه روبه گوسفندا رو میکشن اینجا. باش چشم داره نم نم میزنه، اونم دستشویی با ویوی خیلی قشنگ. جاتون خالی. سرد هوا به خدا. امروز 24 مرداد ماه دادم. پشت همون کبابیه.